اینم فرشای 1200 شانه فرش سعدی بهترین کیفیت رو داره. هزار و 1700 1700 هم دارین شما؟ 1700 آره 1000 کن 1200 بامبو داریم. ها؟ 1200 بامبو 1200 بامبو که فیلم همین آره کیفیتش خیلی بالاتر، نرمی و لطافتش مثل 1700. ببین این فیلم اینو میگیری اینو بگن ما چقدر نرمه اصلا. ببین الان ویل میده هیچ مشاهده تا کنی تو ساگ داخل ساگ و چمدان بین این قدر کیفیتش بالایه به حد اندازه. اینا قشنگ و زیبایه خیلی قشنگ. حالا این 700 را بزنیم باید بیام اینا 1200 داره. اینا 700 دیزاینه. دیزاینه کسی که سایز نازک میخواه. اینا طرحش مثل 1200 میمانه. اینا بعضیا زخیم دوست نداره. قیمت از اینا با اونا فرق میکنه. با کدوم؟ با 700 نه یک سنگین وزن. نه همه یک. اینم از همینای درسته؟ بله نقشه رنگی دیگهش واقعا کیفیت خوبی داره. ببین اینا کلن پودش پنبهه. جوت اگر داره کم داره درسته؟ جوس نداره اینا اصلا نداره. اصلا نمیذاره. خیلی عالیه واقعا. ببین اصلا این قدر فشرده یک حد نداره. خیلی قشنگه. اینا هم از همین فرشایه واقعا عالیه. این شناسنامه هاشم خوبه. HCP درسته؟ بله. اصلا همین فرشی که تولیدی دستگاه خوب هسته از همین استادن خوب مشخصه. همین فرشای چی که هست گوشایش چنگ میشن. مثلا یک میزان نیستن کجوجه. این الان چقدر صافه. پودش پنبهه. این نخواهشی آکرولیکی 100%. ویرجن ایرانی با اینا چی فرق مونه؟ چی تفاوت؟ اونا خیلی خشک شکننده است. اینا زبر و خشن هستش. اینا نرمه. نرم خیلی. نرم است. اینا نخایشی آلمان هم نخی آلمانیه؟ اینا همه نخ ترک. ترک ها؟ ترک. خیلی قشنگه. حالا من اینا رو چند تا از چی میزنم؟ من برگ بزنم شما. آره بهتر اینا قشنگه.
نقشی داره. کلا مود روزه، مود جدید. این فیلینگه. بله اونم دودیه. اینم دودی. خیلی قشنگه. اما اینا در تصاویر متاسفانه خوب این واقعیت رو نشان نمیده. ما مثلا در تصاویر میلوم مگر اونایی که به ما اعتماد کنن میگه که اگر اینا مثلا الان هر مشتری که اینجا باشه اینا پسند مونه، ولی در تصاویر این واقعیت رو نشان نمیده. خیلی خوشحال.